چطورید بچه‌ها؟ خوش اومد به این ویدیو. من حاجی مهدی ام و توی این ویدیو قصد با هم دیگه بریم توی سرور اسم کرافت یه کار خیلی خفن بکنیم. داخل سرور میخوایم با هم دیگه بریم و خونه یکی از بچه‌ها که قبلا توی سرور پلی میداد و خراب بکنیم. اونم که خیلی خوشتون بیاد. پس همین الان ویدیو رو لایک کن و چنل سابسکرایب کن. زنگ برامشم بزن. هر وقت از ویدیو جدید مطلع شدی بیا یه سریع ببین اولین کامنت تو باشی. پس بزن بریم سراغ ویدیو. خب آقای مرساد خوبی؟ آقای مرساد صدا من داری؟ آقای مرساد خب آقای مرساد به سلام خوبی؟ خوب از شما خوب هستی؟ امروز میدی که قرار چیکار بکنیم دیگه؟ چیکار کنیم؟ بله میدونم. بشین رو سرم بعد بشکنم سرش خودم میاد بشین رو سرش. خب آقای مهدیار این خب. شالکه باکس رو ببین. من اینا رو قبلش تو ویدیو حتی 3 تا فیلم تماشا کردم چون قبول با بچه‌ها بده من شالکه باکس بده من. شالکه باکس بده من. بیا دیگه. خب ببین الان قراره بریم بتره. امیدوارم که جای دیگه ترکونده نشه. بشین رو سرم بهت میگم قرارش. برو تو بیرون بعد میشینم سر. بشین رو سرش. خب بیا. ببین اول از همه که ما برای که به این باغ و اینا آسیب نزنیم من هوشم کار کرد. ابسیدین آوردم. یک استک ابسیدین. اول اصلا این سال اینا رو از کجا آورده شما؟ از اند. اول اصلا برای که به این زیر آسیب زده نشه اینجا رو یه دونه محدوده میکشیم که به این زیر آسیب زده نشه و آسیب زده نشه. دماغم داره میخوره. من چیکار؟ بیا برام بخوره. بچه ما بریم این دیوارا رو بکشیم و برگردیم. A few minutes later. خب آقا ما اینا رو درست کردیم. اینجا مربع مستطیلی درست کردیم. بله بچه ما اومدیم اینجا رو درست کردیم و استیزات آبسیدین اضافه مون. ولی خب البته من بگم که این اضافه مون از اون چند استکی داشتیم اضافه نمیشه. آره ما وسطش رفتیم جمع کردیم و حالا اگه ویدیوش به مشکل نخوره براتون میذاریم. نمیدونم ریپلی مودش. بله. و آره دیگه خلاصه که این تیکه ها رو ما دیگه اینجا رو چی کردیم که TNT میاد دیگه واسه بزرگتر بسازیم ولی خب نشد دیگه. آره برای که این خونه منفجر بشه شروع میکنیم به TNT. یک دونه فیلینت بردار با 3 استک TNT. یه دونه فیلینت و 3 استک TNT بردار. من 2 استکه مهم نیست. حالا بشین رو سرم. بیا نشستم رو سرش. بالا میخوام شروع کنیم بیایم پایین از این ساختمونه. آره اول یک چند تا نظر نکنید لود نشده اینجوری نظر منم لود نشد اینطوری بذار. خب من یه دونه کافیه برای سقفش. حالا ببین یه دونه مثلا اینجا میذاریم بعد یه دونه اینجا قشنگ تخریب بشه. اوکی بس دیگه نذار آره دیگه نذار دارم بهت میگم. خب بیا اینجا یه 2 تا اینجا بذار 2 تا. خب خوبه. خب ببین اینجا این کله زامبیا رو میکنیم. یه دونه هم این ور میکنیم. گستر رو میکنم. خب بسته دیگه بیا بریم بیرون. حالا میریم پایین. طبقه پایین یه دونه این بالای این تورچه میذاریم. یه دونه اینجا میذاریم. اینجا این بالای تورچه. بسته کلش دیگه پر نکن. آخه اینجا بهتره که قراره به اتفاق پایین دیگه آسیب نبینه دیگه. حالا اگه آسیب هم ببینه درستش. بله. حالا این برگا این روی این 2 تا روی اینا میذاریم. خب نواسته رو اینا بذار که هم برگا آسیب ببینه هم. خب حالا یکی اینجا میذاریم. حالا اینجا اینطوری میذاریم. اینطوری میزنیم میریم پایین. حالا میرسیم به اینجا رو دیگه میتونیم زیاد نکن. با TNT خشکش میکنیم آب. شما موافقی؟ اینجوری واسه این آب این دور براش خوش نمیشه. مهم نیست بعد درستش میکنیم. خب اینا رو میکنیم. یا اینجا رو TNT بذار اینا که کندمون آبش خوشه. نه همه جا اینجا رو قشنگ زیاد میذاریم که قشنگ منفجر شه. قشنگ تا پایین بره منفجر شه. نه همه جا رو بردار. نه منفجر کنیم. نه که مهم نیست. نه این بالا نذار. اینو بکنم. بزنم ارسال. نه الان بعد کل خونت الان بزنی خراب میشه. خب حالا اینجا رو یه کلی گذاشتیم. اینجا هم که 4 تا دیگه میذاریم. حالا اپلا بیا اینجا. بیا اپلا بریم پایین. اپلا 22 تا دیگه دارم. بیا بریم پایین. برو پایین. خیلی تو گذاشتی. نکن بسته. اینجا هم زیاد رو چستا هم میذاریم قشنگ منفجر شه. قشنگ رو چستا بذار قشنگ کل چستا منفجر شه. تموم شد چیزا. تموم شد TNTات. آره. بیا قشنگ اینجا قرار منفجر بشه یعنی. خب اوکی بیا اینجا رو بگیر.
30 تا رود دادم. اوکی حالا بریم پایین. اینجا هم باید TNT بذاریم که پلاش بترکی. بیا پایین. من رو پله ها هم TNT بذارم. تلفن من جواب بده دیگه. حالا اینجا هم قشنگ رو فرنس ها TNT بذار قشنگ. آره سمپای تلفن منو جواب نمیدی. آره کل اینجا منفجر بشه. من برم طبقه اینجا رو پایین. یکم آروم بگی. نه طبقه پایین الان نمیریم طبقه پایین. خب بذاریم این پله هم بذارم. خب اینجا رو ما که خونه برام اهمیت نداره. اینجا رو میشکنیم. اوکی اینجا رو TNT میذاریم. فقط اینجا آرومتر و مهربانتر TNT بذار. نه خب جاشو ممکنه به پایین. البته خب نه این پایینش ابسیدیان مهم نیست بذار. TNT ندارم دیگه. خب با بریم یک طبقه پایین. بیا بریم طبقه پایین. بیا طبقه پایین خون رو پلاتین. بیا این طبقه بیا برو. من اینجا رو میخوام TNT بذارم. تختشون خراب اوکی اینجا آخرین طبقه است. یه اینا رو خودت بذار دیگه من ندارم TNT. باشه. این بالا میذاریم رو تورچا. از بالا منفجر میکنیم میایم پایین. اوکی. آره من ممکنه که خودمونم بمیریم. نه خودمون نمیمیریم. اوکی یک استاک دیگه هم برمیدارم. من میخوام. بیا. اوکی اینجا رو اینطوری میذاریم. قشنگ میکشیم پر. کم بود بازم بده. یه تموم شد دیگه نیاز نداره. بده بیا تو شالکه اینجا رو قشنگ پر کن. میخوام زمین TNT رو بوس کنم باش. قشنگ قراره اینجا بره هوا دیگه. تلفن منو پس جواب نمیدی ها. بشین رو سرم بس دیگه نذار. بشین رو سرم بس دیگه نذار. بشین رو سرم. من بهتر کنم دیگه خدافظ. نه سرم بریم. کریپر حتی اهمیتی نداشت. قبل خونش منفجر شد دیگه. خب بریم طبقه بالا شروع کنیم به ترکوندن. از بالاترین نقطه خونه سمپای رو سرم بمونه. اول از همه برو. اوکی اینا هم بترکون فیلینت بعد بترکون. وای خودم دارم میمیرم. وای نزدیک خودم بمیرم. وای این زیر ترکی. وای از سر رو بدم بیرون. زیر رو نگاه کن اصلا بخوابم. یا خدا این آبا وای ریخت. به باغ آسیب نزنه. مهدی خیلی زیاده روی کردی تو ترکوندن. من چیم دونستم. حالا این بالا اینا که موندن بذاریم یه بترکیم. حالا اینا رو بعداً دیگه درستش میکنیم. قشنگ نصف باغ ترکید. وای شاپ نترکیده. شاپ هم ترکیده یه بخشیش. نه ویلیجرها اسخر مهمترین ویلیجرشه. یه ویلیجر مرده. یه ویلیجر مرده؟ آره یه ویلیجر رو دست دادیم دوستان. وای کریپر. نه ترکه کریپر. چه نمای قشنگ بوده ولی از آب رد میشه. نمای که باحالی. بله خیلی نمای قشنگیه. خب اینجوری قشنگتر شد ولی این خیلی دوست دارم. از این وای حالا آیتمایی که اینجا افتاده وای اینجا رو همه رو برداشت. وای چه اینجا کریپر هست. وای اینا همه ترکیده. وای یکی نه ویلیجر نمورده خدا رو شکر. این جای ویلیجر خالی بود. حالا الان بریم آبای بالا رو خوش کنیم. نظر چی این آبا هم با TNT خوش کنیم؟ این آبایی که گنزه کاش این آبا هم قبلش خوش می‌کردیم. اینجا قراره به جای این خونه سالار به جای این خونه سالار سمپای قراره این خونه که برج شهرداری ساخته بشه که تو ویدیو بعدی میبینین دیگه. خب بله نه بیا بالا. وای نه پورتال نده. وای آقا شاپ مهمه بقیه‌شون به درک که آبا هم دیگه خوش شدن. زامبیا چجوری همزن بودن؟ زامبیا کله سیرنشین رو دارن. بیا نگاه کن. سیرنشین خونه سمپای بود فکر کنم. بیا بعد داریم یه تو حلقه هم یه لحظه. کجایی؟ کنار این هندونه. سیرنشین. این هم از این خونه. هدفمونم تکمیل شد. سر سیرنشین هم میذاریم. خیلی ممنونم که تا اینجا ویدیو تماشا کردید. اونم که لذت ببرید و از این ترکوندن خونه سالار سمپای لذت برده باشید. اونم که خوش اومد باشه. شما رو برم بابای.